استاد غلامعلی شما چی فکر دارید؟ شما فکر کنم که من سوال به خاطر چی دادم؟ به خاطر اون دادم که من فکر میکنم شخصا که اگر وضعیت به این حدی که هست، اگر خوبتر نشود، اگر حکومت یک راه الटरनेटिवی برای رسیدن به خواسته های مردم پیدا نکند، الکی خیلی که استاد علیم شیرزمان گفتن این میره به حد سپاراتیسم میرسه. دیگه مردم نمیخواهند با همین حکومت باشن، دیگه مردم رو مجبور کردن فکر کنم که نمیشه. استاد غلامعلی چی فکر دارین در موضوع این که مرز آیا نمیآید وضعیتش به این طرف بدخشان تاجیکستان؟ آن روز من در فیسبوک یک پخش مستقیم داشتم و در اونجا یک نقطه را قید کردم. امروز من در بدخشان یا که در دیگر ولایت های جمهوری تاجیکستان، من در جمهوری تاجیکستان بین حکومت و بین مردم یک فاصله پیدا شده است. مثلا سبب فاصله پیدا شدن در چی است؟ باز همون میگیم که وقتی که مثال یگان میلیسا یا یگان کارمند حکومت مثلا به مردم احترام نگذارد، هستن مردم از او دور میشوند. وقتی که حکومت به مردم باوری نکند و مردم به حکومت باوری نکند، این فاصله در بین مردم و حکومت پیدا می شود و آنجا خالی می شود. این در تاریخ بدخشان این کار در قدیما گذشته است. وقتی که مثلا امیرای افغان و دیگر منقط و چیز بسیار ظلم بالای مردم بدخشان آورده هستند و یا دیگر مجبور شده هستند، گرچند که یک قومیت هستند مثلا افغان و پشتو و مثلا تاجیک و آنها مجبور شده هستند که به امپراتور روس مکتوب نویسانند که بیایید ما را از این چیز خلاص کنید. اگر مثلا حکومت اون فاصله را بین مردم از بین نبرد، یعنی که به همین چیزای مردم نکند، به ما خواستار مردم نکند، البته که این بسیار یک مشکلی میبید. نمیدونم تا چقدر درست باشد یا که نادرست باشد. اما روز من خودم از نایه اشکاشم هستم، از اینجا بچه ها زنگ زدن در همین 2 روز پیش یا که 3 روز پیش، گویا که سلطات ها از چست گریخته هستند و به طرف افغانستان رفته است، یعنی به طرف طالبان رفته هستند. اگر که همین خیلی چی بسیار شود، مثلا همین فاصله زیادتر شود، امکان دارد که مردم دیگر علاج ندارد، شاید که با یا یگان گروه پیوندن یا یگان چیز تظاهرات نوبتی سر می شود. اگر تظاهرات نوبتی سر می شود، به فکر من این تنها در بدخشان نیست، چون که امروز ما در همین اینترنت ما مشاهده میکنیم که بسیار مردم مثلا از ختلان، از سوغد و از رشت و از دیگر چیز هم میخزن میگن که برادرای بدخشان مثلا همدردی ما را قبول کنید و ما با شما هستیم. این معنای را دارد که اگر این دفعه در بدخشان حکومت مثلا خواست مردم نکند، باز تظاهرات شود، شاید که این تظاهرات سر میزند به دیگر ولایت ها و به کلان جمهوری. تشکر زیاد.